سلام بچه هم هستم شما بیننده یه ویدیو دیگه من هستید. امروز اومدیم با زندگی در قدیم و بازی پر طرفدار و برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب رفقا، اینجا ما یه قسمت روستایی داره و یه قسمت هم شهری که ما شهریش رو انتخاب میکنیم، بهترین کار ممکن. خب اینجا هم از مغازمونه. من یکم قبلا بازی کردم و یاد گرفتم که چطوری مثلا وسایل مغازه رو بگیریم و یا میزای مختلف. خب رفقا، اینجا یه دونه از این قفسه ها میگیریم که واسه مغازمون واقعا نیاز. الان ما 8050 تا پول داریم. ما 2 تا از این قفسه ها میگیریم، نیازمون میشه. اگه این طرف بیاین میتونید از این چیزا بگیرید، ماهیگیر اتومات یا تله ماهی، همچین چیزیه. حالا ما یه دونه چیز میگیریم که جامون بازتر بشه، بتونیم میزای زیادی رو حمل کنیم. حالا ما 3 تا از اینا میگیریم برای ماهی گیری نیاز. اینجا قرار میدیم اینا رو. ما نمیخوایم خودمون ماهی گیری کنیم. خب از این طرف هم میتونین وسایل های مغازتون رو بخرید، مثلا مثل نون. ما 2 تا ازش سفارش میدیم، تخم مرغ هم همینطور، هویج هم 2 تا، پوتیتو هم بله دیگه، همون سیب زمینی. از این چیزهای ماهی اگه ببینم پیدا کردم. فکر نکنم این واسه ماهی باشه، ولی اوکی. اینو ما تغییرش میدیم، میاریمش این طرف. نه بله، بریم بخوابیم دیگه. ما تمام چیزهای مغازه رو خریدیم و بریم. الان 2 کی واسه همون مونده، 2000 تا واسه همون مونده پول و ماهیگیر اتوماتام. بله، یه دونه ماهی هر کدومشون گرفتم. بله، اینجا میشینیم دیگه. بله، قیمتاشون رو با نمیدونم با چی. خب ما این 72، ما 75ش میکنیم. این هم همون 17 باشه، این هم 24ش میکنیم. به نظر خوبه دیگه، طوری که نه سود که 100% داشته باشیم ولی ضرر نکنیم، بتونیم تمام اجزای مغازه رو ارتقا بدیم. حالا یه دونه ماهی هم بریم بگیریم بیاییم. خب این هم از سیب زمینی هامون چنده؟ 22، ما میذاریم 25. خب هرچند که یکم گرونه، اما به نظر خوبه دیگه. ما از این کوچیکام گرفتیم که مغازه رو باز کنیم دیگه. آره، مغازه رو باز کنیم
بریم چیزم بیاریم. ماهی رو از هر وقت از آب بگیری تازه است. ضرب المثل. خب اینا رو اینجا میذاریم و بریم. رفقا اگه از این بازی خوشتون اومد ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنین و توی کامنت ها بگید. خب اینا رو حساب کنیم دیگه. اولین مشتریمون رو داریم، سومی ماهی ها تموم شد. خب اگه از این بازی چیزهای بیشتری میدونید که من انجام ندادم ممنون میشم داخل کامنت ها بگید. خب نیاز ماهی میدونید زندگی در قدیم. بله الان 3000 تا پول داریم. میتونیم ما شاگرد هم بگیریم، مثلا واسمون به جای ما چیز کنن، کار کنن. تموم شد نونا. این طرف هم میتونیم اینا رو بذاریم و به ازای هر جعبه ای که میدیم بهمون پول بده. خب بریم این طرف سفارش بدیم. نون نیازه، 2 نیازه. قیمت های ماهی ها رو هم تعیین نکردیم. رتبمون 30 شد داخل کل شهر. اینو میتونیم قایق هم بگیریم. بله این چند تاست؟ این 600 تاش 600 تاست. ما میریم ماهی گیری کنیم. اینا که نگرفتن در ما بگیریم. این چیه گرفت؟ این هم نمیتونم بفروشمش. اگه قابل فروختن باشه که خوبه. آها چیز نگرفت. جواب مشتری ها رو نداد. خب بریم. ما یکم گرون بذاریم، 55 بذاریم.
تخم مرغامون هم تموم شد. به نظرم بریم سفارش بدیم بازم برای فردا بیارن. نیاز دیگه چی اینا هست؟ این تموم شده، تموم شد کامل. تخم مرغا تموم شد. دوتا گرفتم، اینم تموم شد. نون تموم شد، دوتا سفارش داده بودم. یه دونه چیزای هویج اینا تموم شد. بریم دیگه، تموم شد چقدر زود. یه دونه هویج، یه دونه نون سفارش دادیم. پوتیتو داریم آخه، پوتیتو داریم. یه دوتا، یه دونه هم از این پوتیتو دیگه تموم. دیگه نمیخریم تا ببینیم چی میشه. روزانه چقدر باید اجاره این مغازه رو بدیم؟ من دیدم که انبارم داره این طرف. ببینیم قیمتش چنده. 4000 تا. فعلا خوب نیست. چیزم بگیریم جارو. کثیف شد. تمیز نمیشه چرا؟ چی بری کنار؟ میخوام تمیز کنم اینجا. اینجا هم کثیفه. اینو بذاریم بریم. تموم شد. چقدر زود، چقدر سریع دارن خرید میکنن. 20 داخل کل شهر. کم کم پیشرفت میکنیم. این چقدره؟ 10,000 تا. این کل به مغازمون اضافه میشه. فعلا همین عالیه. این ماهیگیری هم انجام بدیم دیگه. خیلی عالی. یه دونه این جعبه داد. ماهی هم بذاریم دیگه. تموم شد. احساس میکنم تموم شد دیگه. هم کل چیزا تموم شد دیگه. بریم. چقدر سریع تموم شد اینا. تموم ببند. نظرم بریم بخریم بازم. از این پوتیتو ها یه دونه دیگه هم بده بریم بخوام. هم یه دونه ماهی هم برد کلاس. بریم بخوابیم ببینیم چقدر از پولمون. چقدر اجاره میدیم؟ 500. 900 هم پول کشتی شد. برای برف هم میاد. وسایل همون هم اومدن. خیلی زود تموم میشه. خیلی سریع تموم میشه و
باید سریع جایگزین کنیم. بریم ببینیم. بریم ببینیم دنیا دسته کیه. آها ماهی هم داریم. آها عالی شد، عالی شد. ماهی هم داریم. اگه از این سری ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنیم و تو به کامنت ها بگید. باز